مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی پایتخت تاجیکستان روز 3 آگوست سال 2022 خبر داد که بر اساس مراجعت یک جوانزن یک ساکن 19 ساله دوشنبه را برای دشنام و تحقیر این زن به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. بنا به اطلاع ملیس، در اساس مراجعت الکترونی یک نفر جوانزن ساکن شهر دوشنبه از جانب کارمندان مقامات ملیس پایتخت شهروند دولت شاهزاده امیر سال تولدش 2002 استقامت کننده شهر دوشنبه برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که دولت شاهزاده امیر هنگام در سراغه ناحیه سینا کوچه باباجان غفورов قرار داشته نسبت به جوانزن مراجعت کننده با الفاظ قبیح شأن و شرف او را در نزد اطرافیان پس است. الفاظ قبیح و عمل و رفتار ضد اخلاقی نامبرده که در نوارها ثبت گردیدند پوره اثبات خود را یافتند. وابسته به این نسبت دولت شاهزاده امیر طبق طلبات ماده 460 می اوباشه کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده. در اساس قرار دادگاه ناحیه سینا نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مدت 15 شبانه روز تطبیق کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه ملیس دوشنبه وقتهای آخر موردهای بر اساس شکایت‌های زنان و دختران برای گپ‌پرتویی و دیگر شکل‌های بدرفتاری و آزار آنها به حبس کشاندن جوانان در دوشنبه زیاد شده است. ملیس پایتخت تقریبا هر ماه از بازداشت و حبس چند جوان بر اساس شکایت‌های زنان و دختران خبر می‌دهد.